آره. ولی بچه ها فقط لازم تو اعتقاد قلبی داشته باشی به کاری که داری انجام میدی و مسیری که انتخاب کردی بخوای از تمام امکاناتت استفاده بکنی، از تمام استعدادت استفاده کنی. من شروع کردم پرزنت گذاشتم، تمام آدمایی که حتی تو ذهنم ورود شدنشون محال بود. ولی وقتی انسان مصمم به انجام کاری میشه، اتفاقات محال به اتفاقات واقعی تبدیل میشه و اونجاست که میگن رویا، تصویرهای ذهنی تو، چیزایی که از تو قلبت بچه‌ها وجود داره و به تمام وجود میخوای. هر کدوممون بچه قانون شطرنج دیگه. قانون شطرنج چی میگه؟ میگه توی بازی شطرنج همه مهره‌ها میتونن بعد یه مدت حذف کنن. سرباز و خدا میتونن، سرباز تو بازی حذف میشه، فیل تو بازی حذف میشه، اسب تو بازی حذف میشه. ولی یه دونه تا یه زمانی که یه دونه از اون مهرها تو بازی ادامه پیدا میکنه. اون مهره چیه؟ شاهه. میگه تا زمانی که شاه تو بازی هست این بازی ادامه پیدا میکنه. برو تک شاه زندگی تو پیدا بکن. تک شاه زندگی من مادرم بود که همه دنیا رو برون وایساده بود و دوست داشتم نگرانی مالی تو زندگیش متوقف کنم. دوست داشتم دو تا چهار تا قناعت از زندگیش بذارم بیرون. دوست داشتم چیزای خوب بهش هدیه بدم تو روز مادر و این بودش که تو روزای سخت منو نگه داشت. یه رویای با ارزش به اضافه پشتکار و اراده و استعداد و استفاده از اینا همیشه مساویه با واقعیته. یعنی واقعیت رو رسیدی. اگه رویا داری، اگه استعداد داری که حتما داری، اگه اراده و پشتکار داری، به تبریک میگم. تو تاپرنر آینده نتورک ایران هستی و ما برای شما دست میزنیم و فوق‌العاده زیاد براتون بچه‌ها خواب‌های خوب دیدیم. خواب‌های خوبی که به زودی تعبیر میشه. تو همین سال 1403 دیروز چند تا المانم